سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو جذاب دیگه. توی ویدیو قرار با هم دیگه بریم سری یورو 2024 در دنیای موازی رو تجربه کنیم با یک کشوری که از نظر خودم ضعیف‌ترین تیم حال حاضر در یورو 2024 یعنی کشور آلبانی. ببینید که میتونیم تا چه مرحله پیش بریم. اگر از این کانتنت خوشتون میاد لایک، سابسکرایب، زنگوله یادتون نره که حتما به سرور دیسکورد کانال تلگرام هم سر بزنید که ویدیو رو ببینید و کامنت انگلیسی هم یادتون نره. لیتس گو. خب آقا بزنم که آهنگ داشته باشیم چه لیتس گو. بچه‌ها حقیقتش یه نکته بهتون میگم، من از صدای آهنگ بازی رو بستم به دلیل اینکه OBS من یا باگ شده یا یه مشکلی پیدا کرده که کلا من حتی اگه نذارم صدامو 10 بار تست کردم. اینو میگم من حتی اگه صدای گیمو نذارمم باز هم اون داره صدای گیمو میاره و نمیاره توی دسکتاپ هم داره ضبط میکنه، داره توی چی میاره؟ توی میکروفون، توی صفحه‌ای که داره وبکمو ضبط میکنه میاره و این باعث شد من صدای گیمو ببندم و ولی SFX ولوم هست. خب آقا بریم آلبانی رو انتخاب کنیم. به 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 به، کلا میانگین همه سه پستمون به 75 نمیرسه، در این حد تیم پوشیده. ادوانس ببینیم چه میکنیم. به 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 به، بله برو اینجا شما. این هم میگم بچه دیگه آهنگ نداره به دلیل اینکه خودم بستمش، چون واقعا دیگه صدام نمیومد میخواست اینجوری بشه. این هم از اینو. بریم یه دو سه تا ترکیب راست بزنیم چه خبره. دروازه‌بان 74 داریم. بیا بیرون 74 که استراکوشا برو تو. بروخانوف هم معروف ترینه چه بکنم همین باشه. بروخا برو نام چیزی بروجا معروف ترین بکنم همین باشه. میتایی داریم. شما برو داخل. بله خوش بگذره. شما بیا مانایو بچه ما اینجا بازی میدیم. چطوره؟ آره عالیه. ببینم دیگه کیو داریم. مثلا دیگه بهترین همین دیگه بقیه رو نمیخوایم. آره مثلا لاچی داریم. لاچی بره به جای رمضانی. آره دیگه همین میشه. سفری هم بره به داکو. به به امیر رواله. به به دیگه کیو بیارم به نظرتان؟ من خودم به نظر خودم آسانی رو بیارم به میدان. به آسانی تیم ها رو میبریم. آقا اوکیه بریم تاکتیک ها رو بچینیم. ببین افتر پوزیشن لوز بریزید سرشون. فست بیلدر بالانس بریزید تو. مثلا بچه ها یه سمتون گروهمون گروه مرگه. اسپانیا، ایتالیا و اون یکی هم چیزه کرواسی. گروه مرگه. در این حد دیگه تیم سخت برداشتم میخوام بهتر کنم. بریم اینجا آلتیمیت هم بذاریم. سخت ترین سطح که ممکنه وجود داشته باشه. به به بریم ببینیم با ایتالیا چه میکنیم. بچه دروغ هم نگفته باشم من خودم بازی کردم چند دست با آلبانی که گرم میشم و حقیقتشو بخوای چند بارم ضبط کردم. من تو باورت شاید نشه، من نشستم سه تا بازی مرحله گروهی رو پشت سرم ضبط کردم. بعد آقا گفتم اوکیه، نگاه نکردم. یه بار نگاه نکردم بعد هر ضبط. بس ساعتی شد برامون. بدونید چی شد برامون؟ درد سر شد. سه تاش صدای چیز افتاده. سه تاشو نمیتونم استفاده کنم. با همین دیگه گرم شدم. صدای گزارشگرم بچه خیلی کم کردم که آره صدای SFX توی ورزشگاه هم کردم 2، گزارشگر کردم 1. نخوریم همین اول کاری. امیدوارم امید نشه. یا بفاز داداش بذار بره تو اوت. یا حسین اینا اینجوری نبودن ها. اینا اون موقعی که ضبط کردم اینجوری نبودن، الان اینجوری شدن. آهان وات استوب سینه پاس میده. آفساید دیر داد. توپو انداخته بود جلوش دیر پاس میده. بیا ردت نکنه بابا. ردت نذار پاس بده دیگه. یه کاری بکن. دی لورنزو دارن. وقت ما کی داریم؟ ما ته بازیکنون برویا که تو چلسی هم فیکس بازی نمیکنه. چلسی اصلا آدم حسابش نمیکنن.
با این جکسون که اومده ماشاءالله پسر، عالی پاس، عالی همکاری. میریم برای گلا منطقه بازی رو عوض میکنه. وای 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 عجب اشتباه بود. داره چرا اینجوری بازی میکنید؟ راضی نیستم ها. بده من سخت خودمون رو بدجوری به چالش کشیدیم. بده. آها داداش خب بیا دیگه بیا. آهان ای بابا چقدر بد. بلاک میشه. کی بود شوتو زد؟ همون اون بلاک میشه. هدو بزن. ماشاءالله قد بلند، دفاع قد بلند، عالی. ماشاءالله پسر. باز برای برویا میره اون. خود برویا جب شوتی زد. برویا باش عجب شوتی زد. بریم برای بایرامی. سانت میکنه. بزن سر رو بزن. بگیر بزن. دیگه تو بزن. بشو. کورنر دوباره. فشار داریم میاریم و ایتالیا رو اینجوری تحت فشار قرار دادیم. خودش خیلی حتی اگه ببازیم. بزن سر رو نزد. very finest. بزن شوتو. رفتیم برای کورنر سوم که من دفاع شدم. وای گرفتیم بابای. عجب اشتباهی کردم. دایره زدم و اینا گرفته بود توپو. این هوش مصنوعی بازی هم هوش مصنوعی نیست کلا. یارو همین دیوونن. داش وقتی میبینی من اشتباه میزنم خودت بعد اصلاح کنی یا چی در میخوره هوش مصنوعی؟ هوش تو به چه در میخوره؟ اینجا من هم هوش نداشتی بهتر بود. آهان مانای پس برای بایرامی میندازی تو بایرامی. میریم برای گل اول. وای عجبی چرا بزن داداش. خب این نباید بودوی دنبال تو داری بغل تو رد میشی. اون بعد بودوی. ای بابا چه سلکت پلیری توسط فیفا. چه سلکت پلیری. اوه گل خوردیم. نخوردیم. ماشاءالله گل کیپ. یا موسم جعفر بزن. یا موسم نزن زیرش. اوه عجب تکلی زد. بده من سعی در گرفتن توپ دارن بازیکنان آلبانی. گل نخورن فقط. الان بدترین موقع گل خوردنه. نخوریم تمرکز بازیکن از دست نره. وای اوتوارمای برای منه. تمام. نیمه اول بچه ها با انرژی خوب پشت سر باشید. آقا ما بتونیم از ایتالیا مساوی بگیم، از اسپانیا مساوی بگیم، کرواسی رو بتونیم ببریم دیگه سودمون قطعیه. کرواسی الان از اسپانیا 3-1 هم باخت. چون به عنوان تیم سوم میتونیم صعود کنیم احتمال زیاد. شاید هم تیم اول یا دوم با 4 تا امتیاز. آره دیگه صعودمون قطعیه چون 4 امتیاز رو داریم. آره اون تیم برتر سوم حداقل میتونه صعود کنه. این کشو یا حسین همه امیدها رو برباد نکن. بده من. بیا اینجا بینا. بده بابا. برو خونت. داداش بازیکن دارم 74 ها. تو 84 داری. من 74 دارم. کن قدرت ها اصلا میشه. ای بابا چه مدلیشی. بده من. بازی بعدی ایتالیا با اسپانیا است. بابا جذابی میشه اون بازی. میسانت برای برویا کیه بروخا سانت بکنیم تحت فشار دوباره قرار دادیم تیم حریفو بتونه سر بزنه. شوت بزنه. بتونه رد کنه شوتشو. وای عجب شوت. وای بده من. آها بیا اینجا برو. بابا این چرا اینا فلجن. آها یکی جلو گفتیم. آقا تمومه. صعود قطعی. ببین قهرمانی رو برای این تیم من آوردم. تموم شد.
حال کردی پاس خط شکن، پاس خط شکن دادم. واکو اینجا رفتم یه با 2 تا بازیکن رو پشت سر گذاشتم با پاسی که دادم، پاس خط شکن. بله بایرامی شماره 10. حاجی چقدر قیافش مثل اورونوف هم هست بایرامی. ندیم بایرامی دقیقه 60 بازی گل رو به ثمر میرسونه. خدای من مگه داریم؟ ما از ایتالیا جلو افتادیم. او ما گاد خطا بود، دستم هم لرزید ولی دوباره خطا رفت. بایرامی برای گل دوم. وای چه الکی رد شدم از همشون. بایرامی نتونست گل دوم بزنه، حالا خودش ارسال میکنه. میتونه سر بزنه باز خوشی یا نه نمیتونم بزنه. آهان داداش به هیچ کی هم نخورد که آفساید شد. خب آفساید شد شانه. اوکی آسانی بیا به آسانی ردشون کن. آسانی بیا داداش. انقدر اوضاع ما خربت بازیکن 68 باید بیارم. انقدر اوضاع خیته، انقدر اوضاع. آها ببینم میتونی من رد کنی. تونستی. آفرین یاد گرفتی برای چی. آفرین دی لورنزو پررو شده. دی لورنزو پررو شده. یه بزن تکلو بزن زیرش. این پررو شده یعنی بزن زیرش. ماشاءالله بلاک عالی بلاک. میریم تو محوطه جریمه میخوان ارسال کنن نمیذاریم. بده من نره. وای هان به برو برای ضد حمله. نه تو کن از دست ندیم اول تو. به بده برو خب بزن. وای دروازه‌بانشون نبود تا الان 10 بار زده بهشون چی برش هدو میزونه بزنه یا نه. یه دونه حداقل هد بزن. همت کم باشی. هد زدی ولی تو اوت زد. بعدم حداقل اینکه هد زدی خودش یه چیزی. بایرامی رو تعویض می‌کنی بره برای بازی بعد. خسته شده دیگه. بایرامی خسته شده. روخو هم تعویض می‌کنیم. این هم تعویض می‌کنیم. لاچی هم به جاش رمضانی حالا این از تو بابا تعویضاشو می‌کنیم دیگه. تعویضی نداریم تو یه رو با هر تعویضی بودو کردیم دیگه تعویضی نداریم. داکو حالا اومده خودی نشون بده به که منم بلدم از این کارا. ببینیم بلد واقعا هست از این کار. داداش چه مدل هد زدنه؟ چرا من تیز هد میزنم؟ این 68 بود. این عادیه برای یه بازیکن با اوورال 68. این عادی بود. قبول دارم. نذارید پاس بده. خب بابا داداش یکی تو مور بگیره. آها اوه نشد. ای بابا از فشار خارج شدن دیگه بچه. گل خورد. ای بابا وای پنالتی ندادم. یه لحظه قلبم وایساد که فکر کردم پنالتی دادم. حالا اون ور چه فضایی داره. این کی هست تازه نمیدونم. وای بزنش داداش. خطا بگی داوره به چه درد میخوری پس؟ ما میزنیم که خطا بگی نگیری که نمیزنیم. وای آخر بازی گل نخوری. یزا ماشاءالله بازیکنی که تعویضی به زمین آوردیم عالی کرد. تو هم چرا تو دست نمیدن اینا؟ بگیرید سود. چرا تموم نمیشه این بازی؟ یا حسین رفتم برای گل زدن. آها همون سود به 1-0 آلبانی ایتالیا رو 1-0 میبره. هم کلین شیت میکنه و هم میبره. جلوی خط دفاعی آلبانی جلوی ایتالیا دووم میاره. سفت و محکم و جایگاه دوم از آن خودش میکنه. به مگه داریم واقعا؟ اگه شما هم حال کردی با این بازی من، اگه حال نکردی با این بازی من، لایک واقعا بکن دیگه. اگه تا اینجا رو دیدی لایک واقعا حقمه. لایک، زنگوله، سابسکرایب یادتون نره. و تا ویدیوی بعدی و پارت بعدی بازی حساس با کرواسی که همه چیز رو مشخص میکنه
خدا نگهدار.